با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز وارش اسپورت. خدمت آقای محمد رستمی هستیم. محمد جان خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما. بعد مدت‌ها هوادارا بودن، شما هم یه بازگشتی داشتین، امروز هم گلزنی هم داشتی. یه میشنویم صحبتشون. بفرمایید. زنده باشید، خسته نباشید. تبریک میگم به هواداران. امروز برای قدمشون خوب بودش. خدا رو شکر تونستیم. بازی سختی بود. خصوصا نیمه اول تیم ماشر تیم دونده بود، جنگنده بود، اومد وسط زمین پرس می‌کرد. یکی از اون بازی‌های سخت بود. بازی هم که می‌دونید شاید جدول یه جوری بود که باید 3 امتیاز ما داخل خونه می‌بردیم، یه جوری 6 امتیازی بود. این فاصله مینداختیم با تیم ماشر. خدا رو شکر تلاش بچه‌ها بود، یه دل بودن بچه‌ها بود. با درایت کار کادر فنی خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم. محمد جان ممنون. بازی هفته آینده ما هم با شهید قندی تو خود شهر یزد. بفرمایید بازی هفته آینده رو چطور می‌بینید؟ خب شهید قندی یکی از بهترین تیم‌های لیگ 2 امسال، یکی از تیمایی که مدعی صعوده. هر بازی برامون الان میشه گفت فوق فینال داره، به خصوص بازیایی که با تیمایی که اختلاف امتیازها نزدیکه. یه بازی 6 امتیازیه. ان شاءالله بتونیم مثل همین بازی بچه‌ها مصمم با تمام توانشون بازی کنن، بتونیم اونجا دست پر برگردیم، حالا دماشو برگردیم اون جایگاهی که واقعا حقشه، همون جایی که لیگ برتر واقعا هوادار ازش میخوان. یه ذره مشکلات هست، ان شاءالله رفته به هفته بهتر میشه، بتونیم کمک کنیم، همه دست به دست هم بدیم، تماشا برگردیم اون جایگاهی که هست.